آن یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. یک دم به بستان آمدم، یک دم به بستان آمدم تا جان به قربانت کنم. در کوی عشق و عاشقی دل را به فرمانت کنم. بوسه زنم بر شاخه ها، سجده کنم بر بیشه ها، با یاد روی دلبرم تا عشق اذعانت کنم. مجنون سوی میخانه رفت، از یاد خود بیگانه رفت. در عرش یا روی زمین یاد زمستانت کنم. در شهر دل افسانه من، در کوی او ویرانه من. هر جا روم در هر زمان این دل پریشانت کنم. خالق تویی، رازق تویی، آن مالک حاذق تویی. در خانه این منکران رمزی که پنهانت کنم. تا کی هما در ناله ها، تا کی هما در ناله ها، هر سو برد افسانه ها. وقت دعا در سجده ها با عشق حیرانت کنم. وقت دعا در سجده ها با عشق حیرانت کنم. با این نیایش زیبا از شاعر معاصر عزیز کشور ما هما طرزی، شما را سلام فراوان و درود بی پایان میفرستیم و امیدوار هستیم که همیشه با نشاط، با صحت و خوشبخت زیست نمایید. هنگامی که طرف استودیو روان بودم، دوست عزیز، شاعر گرانمایه معاصر و شیرین کلام بانو لیلا تیموری تلفن به ما تماس گرفتن و خبر ناگوار را برای من دادن که یکی از شعرای سابقه دار کشور ما، جناب محمد طاهر عاطف، رخ در نقاب خاک کشیدند و دیده از این جهان بستند. محمد طاهر فرزند محمد ابراهیم، متولد سال 1298 هجری شمسی مطابق 1919 میلادی، یادگار خانواده با فضل و ادب حکمای یونانی افغانستان عزیز است. استاد عاطف منسوب به خانواده با معرفت بود که از آبا و اجداد با علم و حکمت خود بسیار آموخته بود. پدرش محمد ابراهیم طبیب خاص و معتمد امیر عبدالرحمن خان بود که مورخ شهیر وطن مرحوم میر غلام محمد غبار در صفحه 499 افغانستان در مسیر تاریخ
چاپ اول مطبعه دولتی کابل از آن یاد کرده است و او در شعر داعی تخلص می کرد. اینک غزل زیبای از ایشان را خدمت شما تقدیم می کنیم که استاد عاطف در سال 1338 هجری شمسی در یا اندرباب نهضت نسوان کابل یا افغانستان غزل زیبا و شیوای را بیان کرده بودند. همه آفاق عیان و تو نهان میگردی، همه آفاق عیان و تو نهان میگردی، همه بیدار و تو در خواب گران میگردی. آخر ای زنده گر از مرده نداری تقلید، چشم پوشیده در این عصر چسان میگردی. بسته این پرده سراپای تو را سخت به هم، قدت از تیر رساتر چون کمان میگردی. قدت از تیر رساتر چون کمان میگردی. کس نپوشیده و جز عیب خود از دیده خلق، ای پریرو سبب ظن و گمان میگردی. راست گو چند به افسون و دم نیرنگی، چون پری در قفس شیشه نهان میگردی. از پس پرده برون آی، از پس پرده برون آی و بزن دست به کار، تا به کی بار به دوش دگران میگردی. جنبش تا نبری ننگ فسردن در خاک، گل شو ای غنچه که نشکفته خزان میگردی. گرچو عاطف نکنی محتسبا رفع خمار، کشته درد سر سود و زیان میگردی. استاد عاطف در آن سالها از زمانهای بسیار دور، ای به خاطر نهضت نسوان و یا به خاطر رهایی زنان از قید و بند استبداد و خشونت، اشعار و غزلیات زیبای سروده است و ایشان به مبارزه به خاطر زنان در بند کشیده برخواسته بودند که روحشان را شاد می‌خواهیم و جایشان را به بهشت برین. بدین گونه تسلیت بانو لیلای تیموری از خودم و خانوادیم و انجمن ادبی سخن را برای خانوادی گرامی و محترم استاد طاهر عاطف تقدیم می‌داریم و برایشان صبر جمیل از خداوند بی‌نیاز تمنا داریم و خداوند اونا را بیامرزد و برای زنده ها صحت و طول عمر عطا فرماید. ناگفته نباید گذاشت که هفته قبل مادر عزیز دکتر سیمین که خوشوی محترم هنرمند به نام کشور ما حیدر سلیم بود، از این جهان رحلت فرمودند که ما روحشان را شاد خواسته و برای دکتر سیمین عزیز و خانواده محترمشان صبر و شکیبایی از بارگاه ایزد متعال تمنا داریم. میدانم سیمین عزیز که از دست دادن مادر اندوه بس بزرگ است، اما چاره جز رضای خدا چیست؟ همه ما به صف ایستاده ایم تا نام هر یک ما خوانده شود و ما هم برویم. خداوند رفتگان را بیامرزد
و آنانی که در قید حیات هستند زندگی خوش و با سعادت نصیبشان بگرداند. باید گفت از دوستان عزیزی که همیشه تلفنی محبت میکنند، از دوشیزه سنیه و دوشیزه شایسته از آلمان، از شهر منشن آلمان که تلفن کردین و پیام گذاشته بودین، محبت کردین. ما هم پیام و محبت و صمیمیت و احترام خود را خدمت آجی صاحب پدر بزرگوار شما تقدیم می‌دارم. روی نازنین هر یک شما را می‌بوسم و از شما بی نهایت اظهار سپاس و امتنان دارم. خداوند شما را به پناه خود حفظ بکند. و هاکذا دو هموطن عزیز در هفته‌ای که گذشت در پروگرام از من پاسخ سؤال را خواستند که در پیامگیر من پیام گذاشته بودند. دوست از آلمان محبت کرده بودند در جمع دوستان که من به نهایت از شما اظهار امتنان دارم و مفتون و مرهون محبت های شما هستم. اما یکی از این دوستان از من سوال کرده بودند که نشر این پروگرام روزانه چه وقت است؟ هموطن عزیز، دوست مهربان، وقتش ساعت 2 شب است که واقعا برای شما بسیار دیر است. اما فردا که روز جمعه می شود یا آدین روز و ساعت 2 قبل از ظهر این پروگرام نشر می گردد. و همچنان هموطن دیگر از دبی پرسیده بودند که شما فارسی گفتین یا در این صحبت ها از لغت فارسی یاد کردین، زبان ما فارسی است یا دری؟ هموطن عزیز و گرامی، خدمت شما بسیار با محبت عرض می کنم. از محبت شما بسیار زیاد تشکر. زبان یک زبان است. زبان فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان به یک زبان فارسی تکلم می کنند و زبان وسیله افهام و تفهیم است، نه موضوعات سیاسی که ما به این سیاست دخیل بسازیم. این کار دشمنان ماست که امروز ما و شما را به جان هم انداختند. اگر شما به یاد داشته باشین سالیان قبل برویم و مکاتب خود قرائت زبان فارسی داشتیم، نه قرائت زبان دری. دری بله از دره های تخار سرچشمه میگیره و میره طرف غرب که گاه ایره زبان دره میگویند و گاه هم زبان دربار. امروز این جدایی ها و تفرقه ها بین ما و شما دامن زده می شود، ولی فارسی یک فارسی است. زبان گویش فرق میکنه، مثلا لهجه ها فرق میکنه. در گذشته ها مثلا پاهنتون بود، پاهنتون هم کاملا درست است، زبان رسمی کشور ماست. ما 2 زبان رسمی داریم، یک زبان پشتو و یک زبان فارسی. زبان پشتو پاهنتون است، ولی امروز دانشگاه میگن هم گناه را مرتکب نشدن. و زبان فارسی هرگاه کسی بخواهد پاهنتون بگوید هم درست است، دانشگاه بگوید هم درست است، بیمارستان بگوید هم درست است و شفاخانه بگوید و یا بله شفاخانه هم درست است. و همچنان درملتون که دواخانه فارسی، درملتون و پشتو هیچ فرق نداره. ما هر 2 زبان دوست داریم، میپذیریم. و اما ساکنان یا ساکنین که در افغانستان سکونت دارن وجود ما هستند، عزیز ما هستند. شاید شما بگوین که ما در قسمت زبان تخصص ندارم، به خود نباید اجازه بدهم که جواب شما را این گونه ارائه کنم. ما ایره نقل قول میکنم از زبان استاد ادبیات ما، استاد واصف باختری، که شما شاید ندیده باشین او پروگرام ها را. در سالهای گذشته چندین بار ما استاد واصف باختری را زحمت دادم، ایشان لطف کردن و در زمینه زبان صحبت کردن. و همچنین جناب دکتر روان فرهادی را هم زحمت دادم و یک جوان دیگر را هم در اینجا دعوت کردم که ایشان درباره زبان صحبت کردن. و زبان یک زبان است. شما می توانین بگوین فارسی دری، اما نه تنها
دری، فارسی دری. چند قبل ما امرای استاد نوید هم صحبت هایی داشتیم در امی زمینه که امی بالاخره فیصله شد که بله این به زبان فارسی هم است، زبان دری هم است. دری یعنی زبان دره یا زبان دربار، ولی فارسی است، زبان فارسی دری. من امیدوار هستم با پاسخ سوال شما آنگونه که شایسته شما عزیزان است پرداخته باشم. از محبتتان تشکر و اینک می رویم سراغ مهمان نازنینه که 3 بعد کاری دارن و هر 3 بعد اینا در خدمت مردم خود هستند و 2 بعد کاریشان طور افتخاری است که اینا افتخارا در خدمت مردم خود هستند و 1 بعد که ناگزیر او هم در خدمت مردم هستند ولی امرار معاش میکنن. 2 کارشان یا 2 وظیفهشان افتخاری است بدون کدام عقل و ضمیر. این خانم مهربان که چندین بار با افغانستان هم سفر کردن و ما و ایشان هم یک جا سفر کردیم. اولین بار به سال 2003 که افغانستان یک ذره سر سامان گرفت و تا حدود مسئولیت تأمین شد، ما اولین کسانی بودیم که رفتیم به کشور عزیز خود و ایشان خانم عزیز بانوی گرامی ناظمه مومند هستند که ببینیم که این خانم در طول این مدتی که در امریکا بودن چه کارهایی را به خاطر آسایش و آرامی و رفع مشکل مردم ما انجام دادند. مظهرتان گرامی می‌داریم خانم ناظمه مومند، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. بسیار خوشبخت هستم که با وجود مصروفیت بسیار زیقتان یعنی کار زیقتان شما امروز حاضر شدین که در خدمت مردم عزیز ما قرار داشته باشید. تشکر و از اولتر از همه بینندگان عزیز و ارجمند سلام‌های محبت آمیز ما برای هر یکتان هر جا و هر گوشه و کنار که هستین از صمیم قلب ابراز میکنم. امیدوار هستم که همه با صحت و عافیت به خانه هایتان یا هر جایی که هستین قرار داشته باشید. و دوم تشکر زکیه جان میربان عزیز که همیش شما لطف کردین، همیش محبت کردین و مرا همیش میمان کردین آمدین به پروگرام هایتان، یعنی بسیار جهان سپاس. من هیچ وقت فراموش نمی کنم، مخصوصا که ما و شما هم سفر افغانستان هم بودیم. بله. و راستی بسیار خاطرات خوش ما و شما از افغانستان داریم که همیش وقتی که ما و شما میشینیم از گذشته ها، از یاد افغانستان، از وطن گپ میزنیم، راستی العزیش برای ما بسیار گرانبار که هیچ وقت فراموش ما نمیشه. و ما شما باید ما تشکر کنم از شماها که اقدر خانم‌های شاد هستین، اقدر خانم‌های زحمتکش هستین و ما بسیار خوشبخت هستم که همیشه در میان اتر دوستان بسیار عزیز و مهربان و چیز فهم و عالا و بالا قرار دارم و چی هموطنان ما هر یکشان که در اینجا یا حضوراً یا غیر حضوری تشریف می داشته باشند مایه افتخار است برای هر یک ما و شما و به خصوص خانم های عزیزه که امروز شما می دانید که خانم ها در خارج از افغانستان یا در افغانستان بیشترین مسئولیت و بیشترین زحمات متقبل هستند، اما باید امینا خو حداقل برجسته شود. مردم ما باید بدانند که ما خانم ها دست بالای دست ننشستیم و ما هم کسانی هستیم در این اجتماع خود که مصدر کارهای بسیار خوب و مفید میشیم و شدیم و بزرگتر از همه تربیت طفل و 9 ماه طفل و بطن خود نگاه کردن و بعد از او زایمان و بعد از او این تربیت طفل خود از این کلانترین و بزرگترین است. اما امروز شما میبینید که در کشور ما از بدخشان و نیمروز و تخار تا وزیرستان و اینجا هر ظلمی که میشه سر زن است، سر طبقه زن است. بله راستی که بیچاره زن در هر زمان خود شما میفهمین واضح که زنان افغان در هر زمان اینا با مشکلات با پرابلم هایی که داشتن اینا همیشه دست و پنجه نرم کردن. بله. و خواستن که یک سپری برای فامیل خود و بر شوهر خود باشن. بله. و قراره که شما میدانین که من خودم فعلا در سال 1994 با سرپرستی رونا جان پوپل یک کمیته رو ما برای انداختیم که به نام کمیته بین المللی زنان افغان در بهریا یا منطقه کالیفرنیا شمالی بود. بله. و هدف که ما
کمیته رو به راه انداختیم این بود که ما بتونیم که صدای زن افغان که سالهای متمادی زیر رنج و شکنجه بوده ما بتونیم به جهانیان برسانیم. بله. مخصوصا زمان جنگ، زمان طالبان، زمان که وقتی که خلقی و پرچم بودن، زن افغان همیشه زیر ستم و شکنجه مرد سالاری قرار داشته بودن و ما خواستیم که صدای از اینا رو به طریق از طریق بتونیم به جهانیان برسانیم که بتونن بر زن افغان کمک کنن. همین بود که ما یک کمیته را به سرپرستی لونا جان پوپل ما ایره برآورد انداختیم که هیئت مدیرش عبارت از فرید جان مومن بود، شیلا جان سمیعی بود، ناجیه جان امید بود، طیبه جان حسینی و رحیمه جان عیا آصفی و شالا جان ارسلا و نایی جان نوین بود و همچنان نجلا جان یا فاطمه جان مجددی و دکتر صاحب رحیمه جان مجددی. طیبه جان بله، طیبه جان حسینی بود. همین بود که ما یک جای اگرچه یک مؤسسه غیر انتفاعی بود ما خواستیم که یمی کمیته یا می پروگرام بران بدانیم بتونیم که به زنان افغان خود و بیوه‌های زنان افغان که در افغانستان قرار دارند یک مصدر خدمت شویم. همین بود که ما بسیار سفرهای زیاد داشتیم و کنگره امریکا و سال 1996 سفر داشتیم امروی رونا جانشان که بتونیم از طریق کنگره صدای زنان افغان برسانیم و همچنان سفرهایی داشتیم به قبرس. در سال 1998 سفر داشتیم به هلند که مو وقت خداوند زنده داشته باشه سالیه جان اعتمادی هم امروی ما یک جای بودن، امروی طیبه جان اینا بسیار سفرات پر خاطره بود. راستی شرایط و وقت امو زمان بسیار زیق بود اما بطور حالی که ما دست پای داریم و میتونیم از جای دست پای بزنیم و قدر شرایط معیار نبود. بسیار شرایط محدود داشتیم اما بازم به یاری خداوند ما تا یک جای تانستیم که بعضی مرام هایی که داشتیم، بعضی پروگرام هایی که داشتیم اون ما پیاده کنیم. بسیار خوب. و هنوزم این ادامه داره و اگر یاد شما باشه و سال 2003 ما شما یک سفر داشتیم به افغانستان که ما بتونیم که زنان بیوه را کمک کنیم که از طریق از اون ما تقریبا چندین آلات ماشینای خیاطی خریدیم، ماشینات بردیم با چندین مؤسسات خیاطی که اینا بتونن خانم‌های افغان خیاطی کنن، دستوزی کنن و بتونن از دستوزیایی که دارن امرار معاش کنن و اعاشه اولادا و فامیل خود کنن. اگر چی قرار شما میفهمید که شرایط بسیار محدود بود. و اگر یاد شما باشه یک روز ما شما رفتیم برای همین نشان دادن ماشینای خیاطی یک دو سه خانم افغان آمد پرسان کرد که ما نمیفهمیم که چقدر کیک پخته میشه. بله با شما رفتیم. یاد بتیم که چطور نه ما کیک پزیدن یاد بگیریم. امی بود که اونا هیچ اصلا وسایل ابتدایی هم نداشتن. توسط بیل اما اگر شما تندورک داشتن که توسط بیل کش میکردن قالب کیک، یک سطل داشتن که و بین زمو هم میششتن و هم پاک میکردن و هم پس دوباره ظرفا را صفا میکردن. و ما یک کیک برشان یاد دادم که کیک رولت بود، کریم و کریم نداشتن، مربا برشان نشادن قسم تیار میشه و اینا گفتن که ما خیروان میکنیم به وزارت ها که بتانیم که از طریق امرار معاش کنیم. یعنی ضرور نیست که حتما باید یک آدم یک پروفسور باشه، یک وزیر باشه، یک انسان ابتداییام، یک خدمت کوچکی که ما بتانیم به یک هموطن خود، به یک همشهری خود بکنیم، اینو فکر میکنم کلان یک ثواب است. از اینکه ما بشینیم تمام روز پشت مردم گپ بزنیم، بعضی چیزهای خلاهای مردم بگیریم. اگر انسان‌هایی که مترستن کوشش کنن که خودشان به میدان بیاین، اگر چیزهایی که ما یاد نداریم اونا پیاده کنن، کمک کنن برای وطن خود. برای اینکه تا که ما شما یک دست نتیم به هم نمیتونیم که یک پروژه، یک چیز خود، یک به اصطلاح کمک خود پیاده کنیم. بدبختانه ناظمه جان عزیز ما یک عادت دگام داریم که بایست بگوییم که مردم ما نه خود میتونن که به مقام برسن نه دیگرارم. یک لطیفگه که کوچک است که میگن در دوزخ بوده و
خداوند سوال کرد از فرشته ها که این دوزخ از کیست و دوزخ از کیست؟ گفته این دوزخ از خدا مغفرت کنه. کبرا جان حسینی برای من گفته بودن سالهای قبل، خدا مغفرتشان کنه، که هر دوزخ سر خود پیردار داشتم. گفته اینا چرا پیردار دارن؟ گفته از خاطر که اگه یکی دیگه خود پشتک میته اینا نجات میتونه که دیگه خود کمک میکنه. امسال یک دوزخ آمده که هیچ کس نبوده. گفته این چطور هیچ کس نیست؟ به خاطر از اینکه این دوزخ افغاناست. اگر یکیشان بخواین که نجات بده دیگه از پایش کش میکنه. راست میگه. و ما متاسفانه امیده داریم که تخریب بسیار زود میکنیم که دیگه خود تخریب بسیار ما همیشه بله. تخریب بسیار و چیزهای منفی همیشه ما خوش داریم. متاسفانه پلیس گفته امریکایا خواهش میکنم الفاظ منفی را کنار ببانید، بتونین اگر هموطنتان خدمت مفید میکنین بکنین، اگر نه که نمیکنین قرار امورتی مردم بگذارین که اون نفر که میخواه از صدق کمک یا خدمت کنه اما کمک های خود پیش ببره. بسیار شما عالی گفتین و شما در کلینیک هیوارد هم مصروفیت دارین و در اون کلینیک قصه کنین که چه کارها انجام میکنین، برای کدام طبقه است و کی کسا را چی نوع کمک میتونین بکنین. تا زکی جان میربان شما با وقتی که گپ شما رو گرفتم منتها باز ما پسان یک کمک روشنی مندازم از خاطر که چطور افغان وومن تبدیل شد به افغان کوالیشن. بله من بایستی از شما میپرسیدم. این خود کمیته بین‌المللی زنان بود. بعد از او باز یک اتحادیه بزرگ افغانان به وجود آمد. این چگونه آمد اتر شد که چرا دلیلش چی بود یا نیاز چی بود؟ اتر بود که به سالهای 1996 وقتی که می گروپ افغان وومن یا اتحادیه افغان ها یک جای بودن، اینا بسیار فکر کردیم که یک کمک ما بتونیم که برای خدمات اجتماعی برای افغان های عزیز خود کنیم. امی بود که امو وقت زمانش به سالهای 1996 پروگرام صدای جاودان به سرپرستی فریده جان انوری بود و پروگرام ساکلیک به سرپرستی وای جان مومن و افغان وومن اسوسییشن به سرپرستی رونا جان و همچنان بعضی کمیته های خود کوچک بود. ما خواستیم که کل زیر یک سقف یا زیر یک چتری بیاریم که بتونیم که خدمات یا زیادتر برای افغانای خود که مقیم به ایریا هستن بکنیم. بله، مخصوصا که چون تقریبا 50-60 هزار نفر به منطقه بیریا بود باش دارن. بله. و در این زمان در سال 1996 یک در دفتر فریمان ریسورس سنتر یک دفتر به نام فامیلی ریسورس سنتر باز شد که خوشبختانه اینا تانستیم که افغان کوالیشن پارت ازی باشه که بتونن که مثلا خدمات اجتماعی برای هموطنان عزیز خود بکنن، مخصوصا که از نگاه کاریابی، از نگاه هاوزینگ و ورقها و اوراقی که دارن از نگاه ایمیگریشن و همچنان امی ترانزیشن هاوزینگ یا خانه هایی که مثلا به یک مدت اینا می باشن بعد از یک جای دیگر ترانسفر میشه و همچنان ما کمک کنیم برای افغانایی که بر شلترها زندگی میکنن که خودم شاهد چندین به اصطلاح چندین فقره بودم یا حالت بودم که افغانای عزیز خدا که یا پرابلم های منازعات مشکلات فامیلی داشتن اینا رو ما کمک کردیم. با کمک دکتر سفری یونس ما تونستیم که بعضی خانه های یا شترهای یا خانه های امن بعضی اینا پیدا کنیم که اینا بتونن امرای اولاد خود زندگی کنن که بسیار موفقانه بود و من بسیار خوش هستم که اونمون نفرا از آل پیرن کلشان درس میخونن، اولاداشان میرن به ما بین کودکستان یا مکتب میرن و خانمایی که من میشناسم مال کلشان بسیاریشان نرس شدن، بسیاریشان به دیپارتمان استورا کار میکنن و از یک حالت پرابلم های فجی که داشتن فضل خدا اینا یک ذره آرامتر شدن. خب شما خواستین که یک اتحادیه مکمل بسازین که شعبات مختلف داره. بله. که هر کس در شعبه خود مصدر کار میشه. بله. و همچنان این خانه های امن را که گفتین این خانه های امن مربوط افغان هاست یا مربوط امریکایی هاست؟ متاسفانه ما بسیار کوشش کردیم که یک پول یا فند بگیریم که بتونیم خانه های امن برای خانم‌های افغان تیار کنیم، اما متاسفانه خانم‌های مختص به افغانان نیست.
اما بعضی امی خانه‌های امن است که مثل خانه امن پناه، اینا که بسیار بر افغان‌ها کمک میکنن و بسیاری کسایی که ما به این شرایط دچار هستن ما اونجا میفرستیمشون که اونا کمک میکنن. اگرچه بسیاری خانه‌های هستن که اونا جای ندارن و با شلترها یا خانه‌های امن امریکایی رو اون میکنیم، متاسفانه با شرایط مسلمانی یا اسلامی یا شرایط خانمایی که اینجا میرن زبان اینا متاسفانه طور درست برابر نیست. اما وقتی که چاره نباشه علی که به سرک بانن بهتر است که یک جای امن باشه که اینا زندگی کنن. بله بله. خب تصمیمتان فعلا در مورد خانه های امن بر بزرگسالان چیست؟ یعنی مادرها و پدرها بعضشان بسیار دچار مشکل هستند. شما متاسفانه بگویم که شما خبر دارین که چقدر شرایط خانم های مسن یا کلان سالی که به اینجا زندگی میکنن بسیار قدبار است. بله. مخصوصا که اینا مثلا اولادشان کار میکنن و اونا رو معاق میتیم، اما بعض اوقات از نگاه اسلامی یا مسلمانی یا احساسی که ما داریم ما نمیخوایم که مادرای ما به خانه های مثلا نرسینگ هوم ها برن. از این خاطر ما بسیار پیشنهاد کردیم برای دولت که اگر یک فند یا یک مقدار پول بتن که ما بتونیم امی خانه های امن و در پالیش امی چی میگن خانه های بزرگسالان ما بران بندازیم. یک به اصطلاح یک پروسیجر یا یک بسیار یک وقت زیاد مدت در بر میگیره، اما امیدوار هستیم که شود. خب شما شاید تو زمین میخواین از دولت که باز یک پول باشه که خانه آباد شود، نه تعمیر بنا کنه. اگر مثلا زمین هم نباشه یک تعمیر باشه که یک عدد چند اتاق داشته باشه و نرس هایی باشه که افغان باشه، دکترایی باشه که افغان باشه. مخصوصا ما دکترایی که به اینجا زندگی میکنن از افغانای خود ما تقاضای از این میکنیم اگر امکانش باشن دی شتاودایی سماره کمک کنن، برای از اینکه بسیار یک نید یا یک ضرورت بسیار زیاد است. یک چیز مرتب میگم، اگر نرست ما افغان باشه، دکتر اگر امریکایی باشه فرق نمیکنه، مشکل حل میشه. مگر ای که تا کجا رسیدیم در این قسمت و بسیار آرزو دارم که یک روز ما عظمی روزنه برای بیننده های عزیز خود یک خوشخبری بدم که اینمی کار شد انجام یافت. متاسفانه بتون بگویم فعلا تا حال یعنی کوشش نهایی خود میکنیم تا یک استر رسیده، اما انشالله شاید تا یک مدت یک دو سال انشالله حتما اگر ما بتانیم امی زمینه مساعد شود که ما بتانیم خانه‌های کلان سالا را بگیریم و برا بندازیم، یک جای بسیار خوشی است و انشالله ما کلانترین یک موفقیت و کلانترین خدمت می باشد برای مادرها و پدرای ما که در حالت بسیار بیچارگی زندگی میکنن، مثلا استروک شدن، اولادشان کار میکنن یا یک پرابلمای بسیار صحی دارن نمیتونن از اونها نگهداری کنن، یعنی یک جای باشه که اینا به صورت راحت زندگی کنن. یک چیز دیگه براتون میگم، درست است که اولادها مصروفیت بیرون دارن، اما اینم باید بگوییم که اولادها نظر به تربیه اینجا یک ذره کم متفهم شده. گفته مردم نو کامنت، اما بازم راستی متاسفانه بگوییم بدبختانه بگوییم اما تو یک شرایط آمده که کسایی که مثلا در افغانستان هم کلان شدن، مثلا پرابلمایی که مثلا مادرایشان پدرایشان دارن متاسفانه نتونستن از عده ازی براین که بتونن احاشه یا امی پرابلمای فامیلی پدر مادر خود یا کمک کنن بر پدر مادر خود که بتونن در یک اتاقشان یک خانهشان زندگی کنن. متاسفانه این چیزی است که از روز میبینیم دیگه. نخواستم. خب به هر صورت امیدوار هستم که شما ببخشین که ما کمک بکنیم. شما در قسمت امی اینال کلینیکتان میتونین که صحبت کنین؟ خودم مدت 27 سال میشه که باعث یک کارمند صحی و دفتر الامیدا کانتی یا دفتر یکی از کلینیکاست به شهر ایوارد من وظیفه دارم. وظیفه ما قسم است که همیشه کوشش میکنم که برای مهاجرینی که وقتی که داخل خاک امریکا میاین از نگاه از اینا مثلا پرابلمای صحی دارن،
از نگاه زوم ما کمکشان میکنیم، از طریق ریفوجی میاین. اما بعضی وقتا اینا از طریق ریفوجی نمیان. بسیار کیسایی است مثلا از طریق اسایلی میان، از طریق ویزا میان، از طریق مثلا ویزی عروسی میان یا ویزی فیانسه یا نامزدی میان. اینا وقتی که در اینجا میاین مثلا مدیکال یا بی بی صحی ندارن. بله. ما کوشش میکنیم که حد اکثر برای اینا کمک کنیم که از این بیمه هایی که از طریق کانتی یا چیزهای محلی داده میشه اینا مستفید شوند. همیشه اینا رو ما کمک میکنیم و قراره که بینندگان عزیز یا هموطنان عزیز خبر دارن که تقریبا در این ساحه ما هزاران هموطن خدا به مدت 27 سال ما خدمت کردیم تا جایی که تانستیم. منتها وقتی که اینا در صورتی که اولادشان مثلا تا سن 21 می باشن مدیکال می داشته باشن. بعد از سن 21 همین مدیکال اینا قطع میشه. اینا یک پروگرام ما داریم با کانتی که اینا میآین میتونن درخواستی بتن و یک گایدلاین یا یک بعضی شرایط دارن که این شرایط متاسفانه نظر به سالهای سابق فرق کرده. مثلا سالهای سابق بسیار زیاد سوالات زیاد پرسان نمیکنن که از کجا آمدی و کدام شهر زندگی میکنی. اما حال باید که باشنده خود کانتی الامیدا باشه. بله. درست. اینا وقتی که میاین اینا اوراق که وقتی که اپلیکیشن اینا را خانه پولی میکنن ما اینترویو میکنیمش. در صورتی که اینا مستحق باشن ما برشان یک پروگرام است به نام هلت پک میگن. یک پکیج صحی است که ما برشان میتیم که میتونن که مدت 1 سال از استفاده کنن. و پیش از او که امی هلت پک یا امی پکیج صحیشان وقتش تمام میشه اینا ما دوباره انترویو میکنیم که یک سال دیگه ایده تمدید کنن. بسیار عالی. بله. و اینا میتونن برای هر دکتر که مراجعه کنن. یک چیز است که اینا فقط میتونن با کلینیک هایی که مربوط کانتی الامیداست و ما لستش داریم اونجا باید مراجعه کنن. خب بازم درست. بازم یعنی کلینیک است مثلا شفاخانه هایلند، کلینیک نیویورک، کلینیک ایستمان در اوکلند، توبرسیو واسکوس در میشن یا در فریمانت اینا ما کلینیک های داریم که میتونن اونجا برن برای یک وقتی که بیمی سی نباشن اما یک جای باشه که آدم از نگاه سی پرابلم داره چرا به صورت مجانی از او استفاده نکنه. بسیار خوب. ولی یک موضوع دیگر رو میخواستم که روشنی بندازین. مثلا یک کسی یک بیماری داره که باید جراحی شود. عمل جراحی صورت بگیره. آیا امی بیمی که شما میتین یا انشورنس که شما میتین ایره احاطه میکن یا مثلا به صورت مصارف میگیره مصارف قبلیه مثلا حتی تا $100,000 شد و بله کانتی بسیار خوبیش همیست که شفاخانه کانتی یک ذره بیچاره نامش بد است اما اقدر غوری که کانتی یا کلینیک های کانتی میکنن فکر میکنم دکترهایی که شخصی باشه قدر زیاد نمیکنن. اما کانتی بیچاره وقتی که روانش کنین به شفاخانه هایلند از طریق راجع شوه یعنی ما راجع میسازیم از طریق کلینیک خود منتها همین بیمی سی رو برش میتیم. مثلا یک تکلیف خدا نکنه سرطان دارن یک تکلیف شش دارن جگر دارن ما کلینیک های شش داریم با کلینیک وینتون یا هیوارد که ما کار میکنم امی پرایمری کر یا دکترای جراحی دکترایی داریم که مثلا معاینات صحی را کسایی که پرابلم دارن از نگاه صحی مثلا اونجا ما روانشان میکنیم. دیگه از نگاه صحت زن ما پروگرامایی داریم مثلا مموگرام ضرورت دارن معاینات ولادی نسایی مثلا از طریق قضیه که مثلا میخوان عمل دارن مثلا امروز یک خانم آمد هیچ بیمی صحی نداشت به صورت ویزا آمده بود از یک شهر دیگه ما اینترویو کردیمش اما چون عامله دار بود یک سیستم ما داریم که تمام همین دوره عامله داریشه تا زمانی که طفلش تولد شوه همین کانتی برزی تازه میکنه کمک میکنه. بله این حالا با وجودی که ویزام نداشت به صورت توریست گفته میشد اما چون عامله دار بود از خاطر کمک شد. و مثلا دخترای جوان یا فامیلایی که استطاعت مالی ندارن نمیتونن که بخرن انشورنس نه آیا اینا را هم میتونین که کمک کنین؟ بله کسایی که همین معاششان یا عایدشان کم است هم میتونن از این پروگرام کانتی استفاده کنن. بسیار خوب. بله یک اسکیجول یا یک تقسیم اوقات داریم که نظر به اساس اینکم یا عاید شخص ما برش میگیم مثلا بسیاری وقت اگر عایدش کم زیاد باشه بازم است که با یک فیصدیش مریض میته 60% کانتی میته 40% مریض میته در صورتی که عایدشان زیاد باشه.
اما در صورتی که در خانه زندگی میکنن، امر پدر و مادر رو مثلا چقدر عاید باشه؟ بس فامیل 3 نفری در صورتی که عایدشان فامیل 3 نفری عایدشان از 2800 بالا بره، همیشه چه بازی یک کمک فیصدی یا اما چی میگن یک پیمنت اینا میکنن. در غیر از او دیگه دکترای ولادی نسایی ما داریم، دکتر اطفال داریم، دکتر شش داریم و دکترایی که مثلا معاینات پرابلمایی از نگاه پرایمری یا از نگاه اولیه و اینا ضرورت دارن ما داریم. بله. اما شفاخانه آیلند گفتین که مربوط کلینیک است، مربوط کانتیس، در اینجا میگن آن قدر بیر و بار است که روزها باید برین انتظار بکشین تا که موفق شوین که شما موفق است که ما خود ما یکان دفعه ما یک دفعه دو دفعه میریم به این کلینیکا ما سر میزنیم. مثلا یک شخصی که مریض می باشه از طریق کلینیک هیوارد یا نیوارک یا از هر جایی که دیگه است، وقتی که اینا راجع میشن به شفاخانه، اینا بدون توسط رفر خطی که دارن دیده میشن. اما یک کس دفعتاً شو ناجور میشه، میره شفاخانه هایلند و BMC هم ندارن. اگر ما شفاخانه روز یا شفاخانه واشنگتن اینا یا شفاخانه شخصی میرن یک چیز وزیز کنار چارج میکنن. اما اگر شفاخانه هایلند میرن حداقل یک 4-5 ساعتشان در بر میگیره که بشینن. و تو نه که روزها و شبا اونم بشینن. بدون از خود 4-5 ساعت بر شفاخانه که بریم. ایچون کانتیس و مخصوصا که میفهمین که در وقتا از نگاه کار و از نگاه انشورنس یا بسیاری کسا خود امریکایا انشورنس ندارن و تمام روز ما شاهد عزیزیم که اینا میاین چیز وزیست که از کانتی به صورت مجانی استفاده میکنن و چیز وزیست که نفر یا مریضات زیاد میباشه، والیوم مریضا بسیار زیاد میباشه. اما ارزش از این داره که یک 5 تا 6 ساعت آدم بشینه انتظار بکشه. بسیار خوب، بسیار تشکر. اصلا دفعه همون نفر میره تکلیف گرده داره یا یک عملیات داره، راستن عملیاتش میکنه. خب بله. این بالازو برای فارغ یک آدم، یک شخص بسیار عاجل یک درد داره، نه ایمرجنسی دیگه، راستن میره و شفاخانه هایلند میرن و سرویس ایمرجنسی عاجلش اونجا راجستر میشن. اگر اطلاع است که اگر ذکر جان گل اگر از طریق کلینیک نیوارک یا از طریق کلینیک هیوارد یک هلت پک یا پکیج سیر داشته باشن، وقتی که در کامپیوتر مندازن کل ما انفورمیشن یا معلومات از اینا میآید. این حال حاجت از این است که مریض بگن خود چه قواعد داری اینترویو میکنن نمیکنن، کل چیز میآید. اما در صورتی که دفعتاً یک شخص و یک نفر تکلیف داره به شفاخانه آیلند بره، اون رو ما اینترویو یا شاید اقل فکر کنید سال 2-3 ساعت در بر میگیره که فکر میکنه ارزش از این داره. اما اگر درد از او قدر بیقرار باشه که حاجت از اینترویو یا نشه، دفعتاً به صورت عاجل ببیننش، بعد از اون اینا چی میکنن که یک ذره مریض که حالتش بهتر شد، اینا باز یک روز تعیین میکنن، اینترویو میکنن. یعنی دفعتاً و معالجهش میپردازن. بله. بسیار خوب. شرایط بسیار اینجا واقعا ما میگیم که اینا اسلام نپذیرفتن و غیر مسلمان هستن، ولی بسیار احساس انسانی خوب عالی دارن. 100%. و انسان بسیار ارزش قائل هستن. بله واقعا. خب نازمان جان چی گفتین که اگر بریم یک آهنگ بشنویم؟ چرا خوش میشم. بله بعد از اینکه حتما بینندگان عزیز خب خیلی خوب ما صحبت میکنیم تا آماده شم. بله و بیاین که از خودتان صحبت کنیم که در کجا تولد شدین، چی وقت از کشور برآمدین، کجا تحصیل، یک تحصیل دوری تحصیلتان من خبر دارم که به هندوستان بودین، از اینکه کوزات وقتی که به کدام نمایش رفته بودن از طرف وزارت اطلاعات و کلتور، پدر بزرگوار شما جناب نوین خدا مغفرتشان کنه، دکتر نوین اونا وزیر اطلاعات و کلتور بودن. باز کوزات هم گفته بودن که امین جمیلی به چندیگر در من هم یک احوال خبر بگی. باز کوزات از این سبب من خبر دارم که به هندوستان هم شما تحصیل کردین. تحصیلات ابتدایی من و تایی که زمانی که وقتی که من از مکتب فارغ شدم و لیسه ملالای ما اتمام رساندیم و بعد از او برای 1 سال به یکی از کورس های انگلیسی بود که من سفر داشتم به چندیگرد یا به هندوستان که همون وقت بود که من اونجا با 1 سال برای یک کورس انگلیسی بود اون را من خواندم و بعد از اون وقتی که به پس دوباره آمدم
به افغانستان وطن عزیزم زمانی بود که ما به امر شوهرم و جان مومن ما عروسی کردم که از اون زمان نام خدا تقریبا 35 سال تیر میشه و بعد از او وقتی که ما به افغانستان آمدم شوهرم به سر دکترای خود کار میکرد و همراهش ما رفتم روسیه و شهر خارکوو اوکراین سابق شهر خارکوو دیگه چه شهر زیبا بله بسیار مقبول. بله ما بر رشته تعلیم و تربیت ماستری خود از شهر خارکوو اوکراین دارم و وقتی که به امریکا آمدیم یک سلسله کورس‌ها و امی پروگرام‌هایی بود که از نگاه مدیکال ترمینولوژی یا بود که ما رو پیش بردم که بعد از او یک کار برای من پیدا شد برای کلینیکی که فعلا هستم برای تبلیغ و به اینجا من کورس‌ها را گرفتم برای مدیکال ترمینولوژی و تانستم خود راستی که شرایط 20 سال پیش که ما آمدیم وقت شرایط عالی نبود برای اینکه باید هم کار میکردیم و هم اعاشه روزگار خود میکردیم. مسئله ولفیر و مسئله فود استامپ اینا ما نداشتیم، باید کل مردم ما شوهرم کار میکردیم. برای اینکه وقتی که آمدیم شوهرم گفت که بهتر از یک جای باش کار پیدا شد برای حیث انستراکتور یا معلمی که درس بده از نگاه ریاضی که وقتا به نام سیتا میگفتن به شهر هیوارد. وقتی که او باش کار خود مشغول شد اولین کار ما میفهمید کار ما چی بوده؟ من نوما عامله دار بودم. اولین کار ما زمینشویی جک این باکس بود. بله یا خودم با وجودی که ما سری خودم داشتم تا بازم کار ننگ نیست اصلا من هیچ وقت ننگ و آرمه نمیدونم. امی بود که هر کدام هر کس هر مسلکی که و دیگه ضرورت دارم بدون یکی دیگه نمیتونن باشن. این امی بود که با من شروع کردم به کار و چند ماه که تیر شد باز امی کورس ها رو گرفتم و تانستم که امرای خواهرم نایجان نوین و میر کمتی علمیدا برشته امرای به صفت کارمند و باعث eligibility ورکر و کار شروع کردم و تا حال هم کورستان چند ماه بود؟ کورسی که ما گرفتم تقریبا 8 ماه دوام کرد. وقت به نام عالم میگن به نام شبو کالج است. من جه سرتیفیکیت و دیپلمینای خود گرفتم و بعد از او به کار شروع کردم و تا حال جای شکر است که من انوزان به کار ادامه دارم و جای خوش مصرف از همه ایست که من تانستم که در مدت 27 سال یک خدمتی برای هموطنان عزیزم من بکنم. واقعا قابل قدر است کارایتان. بیایم که از خالد جان تقاضا کنیم که یک آهنگ بمانه از آهنگای آخرین آهنگ خدا آخرین نکنه یعنی تازه ترین آهنگ از خانم سیما ترانه فرشته صدا که یقینا شما هم بسیار صدایش دوست دارین، من هم دوست دارم و بسیار مقبولم خوانده و شعرش هم از کوزاد و خودش به فرمایش خودش گفته که اینطور بسازید و یادم است که کوزاد یک روز درست کرد. سیما جان اینجا آمده بود منزل ما، کوزاد یک روز درست کرد گفت زکیه جان این کوزاد نمیسازم شعر مرا. ما و سیما و اینا اولادا میپرمدیم بیرون گفتم کوزاد من ازت خواهش میکنم تا که پس بیاییم شعر سیما جان چیزی که گفته آماده باشه. تا که پس آمدیم که شعر آماده بود کوزاد سیما جان گفت که به 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 حال ما فهمیدم که کوزاد استاد کوزاد چقدر دوستت داره. دیگه من گفتم نه می احترام است. خلاصه کلام که امور عبید جان اورگزای و فرزندان عزیزش درست کردن و کار از اوناست و این یک آهنگ ریمکس است از هر آهنگ کم گرفته. بسیار یک چیز مقبول است. بیاییم که امیر با هم یک جا میبینیم با صدای زیبای سیما ترانه و با چشمان مقبولش. شبی در عالمی رویا شنیدم زد یک کوهزادی ز هنگامت سخن میزد ز گلهای چمن میزد ز هنگامت سخن میزد ز گلهای چمن میزد ولا گیر تو گردم ولا گیر تو گردم من اگر
گردم بلاگیر تو گردم بلاگیر تو گردم نمیدانم چی مشهد شد صدای دل نوازی بود که احمد ظاهر ما شنای سوز و سازی بود که احمد ظاهر ما شنای سوز و سازی بود او بد وای کنم او بد وای کنم عود گرم باشه نان سمسر او بد وای کنم او بد وای کنم عود گرم باشه نان سمسر عود گرم باشه نان سمسر بگوشم ساز مهوش بود صدای گرم و دلکش بود صدا در کار سازی و پریگشت و پریوش بود صدا در کار سازی و پریگشت و پریوش بود آلو 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 رسید گشت و دامنا گلها زمیده آلو 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 چه رنگ است گل دستمالیات سنده دو رنگ است آلو 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 چه رنگ است گل دستمالیات سنده دو رنگ است سخن از عشق بالا شد رخ ظاهر هویدا شد میان ساز و آوازش عجب انگام برپا شد میان ساز و آوازش عجب انگام برپا شد گل از رخت آموخته گل از رخت آموخته نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموخته بلبل ز تو آموخته شیرین سخنی را سخنی را سخنی را نظر کردم کمر گل بود صدایش مثل بلبل بود و دیدارش که می دیدم و یادم شهر کابل بود و دیدارش که می دیدم و یادم شهر کابل بود رو رو رک در قدمونه اشنا رو رو رک در قدمونه اشنا شنگ می پای زبده عالمونه خبر بینه اشنا رو رو رک در قدمونه اشنا رو رو رک در قدمونه اشنا چی خوش ایدر کلیم آمد امان یاری قدیم آمد صدایش آفت جان بود دلم یک سر چراغان بود صدایش آفت جان بود دلم یک سر چراغان بود اول وفا نمودی اول وفا نمودی سپس جفا نمودی سپس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس ای 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 ز خواب خوش پریدم و جز خود کس ندیدم نه سازی نیست سرودی ز آتش حدودی من از درد جدایی و یاد شما سرودم نمیدانم
دیوانه که نمیدانم کجا میگردد و در خانه که نمیدانم چراغی گم کردم و خانه که نمیدانم دلم دیوانه که نمیدانم. سیمان جان، تقریبا اگه یاد شما باشه زکیه جان چندین سال پیش وقتی که ما آمدیم یک روز خانه شما یک شب سیمان جان بودم امرای استاد معوش و فکر میکنم که شما بودین استاد بودن خانه خود شما بودین خانه ما بود یک محفل بود بسیار راستی که مقبول نازنین میخوانه بسیار راستی که بسیار دوست دارم آوازش بسیار مقبول و مخصوصا این آهنگ به بسیار مقبولی اجرا کرده بسیار موفق باشن موفق شنواشن میخوایم ما هم میفهمیم که یک ما این آهنگ جستجو کردم تا که بالاخره بر من خلیل جان گفتن که زکیه آهنگ یافتم و یک دوست از کانادا به نام صدیق عطا میربانی کردن و یه آهنگ بر خلیل جان فرستادن که آهنگ خلیل جان بر گنجینی هنر گرفته و ما دیگه بسیار دیگه پافشاری کردم خلیل جان لطف کردن بسیار زیاد تشکر. خب ناظمی عزیز من میخواستم که از خودتان سوال کنم از زندگی فامیلیتان که شما خود طبعا ازدواج کردین گفتین که آقای مومن همسرتان از چند طفل دارین؟ تقریبا مدت 35 سال میشه که ازدواج کردیم. دخترم یک دختر دارم و یک پسر. دخترم سلانی جان است سنش 34 سال است. بله. پسرم یوسف جان است سنش 26 است و همچنان یک دانه نواسگک دارم. بسیار دیدان جان است و سن 5 سال است. راستی یک فضای خانه ما را به کل یک رونق دیگه داده. مخصوصا کسایی که نواسه ندارن و صاحب نواسه شوند یعنی یک نعمت خداست که برای کل ارزانی کنه. آمین آمین. خب شما یک کار دگام دارین در این اواخر یک دو سال میشه که در پروگرام آشپزخانه در تلویزیون نور مصروف هستین و غذاهای رنگ تهیه میکنین که ما وقتی که مخصوصا که گرسنه می باشیم یا بعد از غذا می باشه که این غذاهای شما را این دیزرت هایتون میبینیم این شیرینی ها را میبینیم این علیم و ماهی و انواع و اقسام کیک ها میفهمین که چی حالت به ما دست میده. من یک تنبل هم هستم در پخته کردن یعنی گپا اما واقعا بسیار کمک میکنین بسیار امی سفره هموطنان ما را با گفتن یا تدریس این غذاها رنگین‌تر و زیباتر میسازید. تشکر زکیه جان نازنین، همه شما لطف محبت حسن نظر دارین. راستی که ما پروگرام آشپزی یا آشپزخانه را تقریبا مدت 1.5 سال است که ما برای آن داشتیم. منتها گلسون جان عزیز مرا تشویق کردن. یک روز بخیر غذای ما خورده بودن برای من گفت که چطور است که یک شو یا نمایش ما شما به تلویزیون پیاده کنیم. امی بود که ما امی شو یا پروگرام آشپزخانه یا کوکینگ with ناظم مومن به طریق تلویزیون نور یعنی به اصطلاح پیاده کردم و راستی که جای بسیار خوشی و خوشبختی است که تا امروز ما تانستم که پیش ببرم و من همیشه یاد میکنم از گلسون جان همیشه لطف دارن برای من. برای اینکه یک روزم تو شیشته بودیم گلسون جان یک روز یک کسی دعوت کرد گفت گلسون جان خودت میمان هستی بیا ما آشپز تا امروز بیار یعنی شما را گفتن بله همیشه ما خنده کردیم که یاد ما بسیار یعنی جالب بود برای من. منتها بازم از جهان سپاس از بینندگان محترم از دوستان عزیز که همیشه مرا به هر وقت امرایی میکنن که من بتونم کمی پروگرام خودم پیش ببرم. پروگرام آشپزی یا آشپزخانه یک پروگرام است که یک به اصطلاح ایتر نیست که خدا نکرده ما آمدیم به تلویزیون من بتونم که خانم هایی که اینا استادها یا آشپزای ماهر هستن من برای اینا آشپزی یاد بدم. فقط من خواستم که بعضی چیزهایی که خودم یاد دارم به اصطلاح بتونم که سفره های شما را رنگین کنم. شما بسیار کار خوب کردن میفهمین به خاطر از اینکه یعنی برخی از خانم ها
یا تعداد زیادی از خانم ها در این قسمت گفتن نسخه غذای خود بسیار سختی دستن، حسودی میکنن، هرگز یاد نمیتن. اولش دختر خودم دیدا جان، اونم دیداگک یک کباب مخصوص پخته میکنه، کباب سیخیز. یعنی ما که مادرش هستم، اون مواد که مخلوط میکنه در غیاب من کار میکنه. تو بازم بخواستم که بعضی نسخه‌ای که یاد دارم، خدا نکنه بازم میگم که کل افغانای ما نام خدا خانمای ما هستن، کلشان نام خدا آشپزای ما هستن، همه چیز یاد دارن. یه واضح یاد دارن. هر کس مختص بله هر کس مختص به خودشه. بله. اگر ما بعضی چیزها رو یاد میتونم، برای شما ضرور نیست که مثلا چیزی که شما یاد بدین از خود ایلا کنین نسخه مرا به اصطلاح او را یک تنوع به غذایتان می مخصوصا خانم‌های مسن یا مادرای ما یا خواهرای ما که مثلا همیشه آشپزی افغانی مختصن، یک جای برابر میشه که نان افغانی نیست. اقلا یک انتخاب دیگر داشته باشن که بتونن از غذاهای دیگه استفاده کنن. و مثلا بولانی عاجلتان چقدر بولانی عاجل بسیار خودم تا یگان کسا میگه وقتی که غذا رو میخوری میگی نوش جان کردم، برای اینکه راستی قدر محض و لذت از غذای خود میبرم که ما میخوایم کنمون لذت شما ببرین. ایره از کدام کتاب میگیرین یا در ذهنتان دارین یا همیشه عادت کردین که همین چیزا رو پخته کردین؟ اطلاع زکیه جان گفت که مشوق اصلی من خداوند مغفرت کنه مادر مرزیه جان نوین بود که کتابم آشپزی نوشته کردن در سالهای 75 خودشان نوشته بودن. بله، که متاسفانه من نتونستم رو پیدا کنم وقتی که سفر کردم به افغانستان، اما بعضی چیزهایی که مادرم میپزید من از طریق از اون همیشه ما خودم پخته میکنم. و مشوق اصلی دیگه من شاورمای جان من است که همیشه اگر خشک بود، تر بود، سوخته بود، همیشه بسیار لذیذ است. از این خاطر آشپزی یک آرت است. وقتی که شما همین آرت یا پرزنتیشن یا غذایتان به غذای مقبول یک کاسه مقبول، یک ظرف مقبول میگیرین و روی دسترخوان میمانید و یک چند نفر به دورتون میشه، از اون وقتی که نفر یا میمانتان لذت بود شما از اون لذت میبرید. یعنی باور کنین که من چقدر هم عقیده هستم با این گفتارتان، مثل که می پشتونای ما یک ضرب المثل دارن که میگن پگازری نیم پخره پیم. اما ما با بسیار غذا توجه ندارم که بسیار رنگارنگ غذا باشه، اما با این توجه دارم که بسیار با یک سلیقه گذاشته شده. اونموز که میگن آب از روی کاسه خوردن. بله، آب از روی گیلاس خوردن. تا بازم بسیار تشکر میکنم اما و از پروگرام روزنه از زکیه جان عزیز که مرا دعوت کردن و پروگرامتان بسیار جهان سپاس و امتنان و با تمام هموطنانم که تا امروز و تانستیم که چی در خدمت وطن هستم و دفتر کوالیشن، چی از نگاه خدمت کلینیک هستم و چی از نگاه آشپزی. جهان سپاس، خداوند همیشه یار و مددگار همه. خوب شد که بیننده های عزیز ما دانستن که شما آشپز نیستین. در حقیقت شما یک خانم شاذ هستین که در هر ساحه، در هر رشته وارد هستین و موفق هستین. خب دوستان عزیز، بار سوم است که خلیل جان عزیز بر ما اشاره میتن که پروگرام ما تمام شد. ولی پروگرام ما با آخر رسید، ولی یک موضوع را میخوایم خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که فردا روز جمعه اول ماه محرم است، محرم الحرام، که ایره شما ما کل ما مسلمان هستیم به این روزای دینی و مذهبی و روزای ملی خود بسیار پابند هستیم، عقیده داریم. فردا این امشب شب اول ماه محرم الحرام است که باز و هفته آینده انشالله یک پروگرام ویژه به همین مناسبت خواهیم داشت. از توجه شما به نهایت اظهار سپاس میکنم که تا این دم با ما بودین و همیشه ما را همراهی میکنین، همچنان از خالد جان از استودیوی مرکزی و از خلیل جان راغب از استودیوی فریمان یک جهان سپاسگزار هستم و امتنان دارم. خداوند نگهدارتان. فرصتی از این نیست که ما یک بیت به خدمت شما تقدیم میکردم. باز هم از محبتتان تشکر. خدا نگهدار. شب